سلام بینندگان عزیز، این برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است و ما با همکارانمون شما را به حادثه‌های مهم تاجیکستان و جهان شناس می‌کنیم. نخست توجه کنید به موضوعهای اساسی برنامه امروز. تب بلند، درد موشک و بوغم‌ها و سلفه خشک نشانه‌های کووید است یا زکام موسمی. وزارت تندرستی سر و صداها درباره خروج کرونا ویروس را رد کرد و توصیه داد. نفرانی که بیمار هستند تا مدتی معین باید توابط خود را تحت نظارت دکتران جای استقامت بگیرند. داستان مهاجری که از آشیانه سیوم افتید و معیوب شد. الهام که با جاغ شکسته عروبه کشی میکند میگوید مهاجرت به نفعش نبود. رفتیم خیلی معیوب معذور شدیم دیگه همون روسی هم نمیفرامون بریم. و باز یک دعوا بر سر خانه. یک ساکن خوجند شکایت دارد که منزل زیستش را به زن یک دادستان دادند. که من پروکورور رو من خیلی خانه خریدگی و من به خانه دکومنتش نامی زنم بگذارم تایید گفته. افزایش گرفتاری به بیماری مانند به کووید 19 و سر و صداها درباره خروج کرونا ویروس روزهای اخیر در تاجیکستان سبب نگرانی ساکنان شده است. برخی برای احتیاط نقاب می‌پوشند. این تشویش ها هم وزارت تندرستی را وادار کرد واکنش دهد. تب بلند، درد موشک و بوغم و سلفه خشک نشانه های کووید است یا زکام موسمی. برات یوسفی و سرویناز روح‌الله در این باره با متخصصان و ساکنان صحبت کردند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبرها، شبهه و گمانها در مورد خروج دوباره کووید 19 در کشور را رد کرد. چند روز اخیر از طریق پیامرسانها از جمله واتساپ، وایبر و تلگرام به ساکنان از نام وزارت تندرستی معلومات فرستاده می شود که گویا در کشور نوعی کرونا ویروس کووید اومیکرون XBB در گردش است. معاین کردیم که از نیمه دوم ماه نوامبر ویروس زکام نمودی H3N2 در بین اهالی کشور گردش کرده است. با گفته این مسئول وزارت تندرستی نشانه های زکام خروج کرده تب بلند، درد موشک ها و بوغم ها، سلفه خشک و تر می باشد. خاکون چخگم تست میکنن، همه جاشون درد میکنن، سرشون درد میکنن، همین ده حرکت نیست. در خیابان ها برخی افرادی را هم می شود مشاهده کرد که با نقاب می گردند. هرچند اکثر آنها بیمار نیستند ولی میگویند برای احتیاط نقاب پوشیدند. خیلی هزار گپ میخورم. من مسافرم یا اقسام میزنم 80 دایم بعد آدمایش خفه میشوند. برای همین خطا نگاه کن هر کس سلامتی خودش باید خودش نگاه کنه. هر روز میپوشیم که کسل نشوم، همین خونه که نشوه گفته هم خیلی میپوشیم. طبیبان توصیه می‌دهند که برای مشکل پیش نیامدن در سلامتی از خود تبابت کنی خودداری کنند و خود را تا حد امکان احتیاط نمایند. البته نفرانی که بیمار هستند تا مدتی معین باید توابط خود را تحت نظارت دکتران جای استقامت بگیرند، از خود توابط کنی دست کشند پیش از همه و البته هم محصولات غذایی که مثال قوتناکیش بلند است استعمال نمایند و همچون در هوای تازه بگردند. خانه‌های خود را میدونیم که فصل زمستان است، ما باید گرم نگاه داشته باشیم، اما گردش هوا در این مورد ضرورت دارد. طبق آمار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، هم‌ساله در کشور 120-130 هزار ساکنان با بیماری‌های راه‌های نفس گرفتار می‌شوند. مسئولان این وزارت میگویند بار اخیر بیماری کووید 19 در تاجیکستان ماه فوریه سال 2022 ثبت شده است. سال گذشته 2022 در ماه دکبر نیز بیماری شدید راه نفس خروج کرده بود که وزارت آن را خروج زکام شرح داده بود. برنامه را ادامه می‌دهیم. 18 دکبر روز جهانی مهاجران است. هر سال صدها هزار کس از تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر می‌روند تا برای روزگار، تحصیل و خرید منزل و حل چندین مشکل دیگر زندگی خود پول به دست بیارند. مهاجرت زندگی برخی را البته به سوی بهتر تغییر می‌دهد، اما حالت‌های هم کم نیست که بعد چندین سال کاری سخت و سنگین آنها با تنی رنجور و معیوب به نزد خانواده‌های خود برمیگردند. با زندگی یکی از این مهاجران در گزارش محمود جان رحمتزاده شناس می‌شویم. الهام گلبکوف در این خانه گلی همراه دو برادرش زندگی می‌کند.
او چند بار سعی کرده است تا زندگی مستقل را سازماندهی کند و از این خانه رها شود. با این امید او سال 2019 همراه برادرزاده‌اش عازم روسیه شد. با سبب بیماری همگیر کووید 19 ایلهام در روسیه 3 ماه بیکار ماند. پس از آن در ساختمان کار پیدا کرد. ولی در ساختمان از آشیانه سیوم افتید و جاغش را شکست. مجبور شد با منح شکسته به تاجیکستان برگردد. ایلهام دیگر قصد سفر به روسیه را ندارد. دیگه که رفتیم خیلی معیوب مجبور شدیم دیگه اما روسیه هم نمیفرامون بریم. ایلهام 40 سال دارد و پدر 4 فرزند است. فرزندی بزرگش در صنف 2 میخواند. خردیش 2 ساله است. حالا برای نگاهبینی فرزندان راهی عربه‌کشی را پیشه کرده است. اما ایلهام نمیتواند هر روز به بازار برود. گاهی او با درد جاغ در خانه میماند. روزا درد میکنم کردم رفتم نمیتونم. بعد دندانو درد میکنم جاغم درد میکنم. مثلا خورده شدم گشنگی هم میکشم بخوری. خورده شدم نتونم خورده نتونم چرا. او همه چیزی سخت را پیش از خوردن نرم میکند. اکنون عربه‌اش را میگیرد و به بازار دهقانی کلاب روانه میشود. اگر بختش بلندی کرد آن روز کار میکند. اگر نه به منزلش به دست خالی برمیگردد. هم 40 سال 50 سال تخمینا کار میکنم. دوستم یا کلا این چیزا میشم زندگی بودک دار 50 سال 40 سال چی هم نمیشه. ایلهام که حالا معیوب گروه سیوم است نفقه ناچیزی میگیرد. ایلهام به همه توصیه میدهد که به مهاجرت نروند. او میخواهد که مقامات تعدادی کارخانه ها را در کشور افزایش دهد. من توسط خود مقصد کارگر بسیار شد آورده مقصد بسیار به خودش شما مقصد کارخانه رسولیشون بیام در وطن خودمون و مهاجرت دیگه نروم. من خواستم تاجیک ساخت نروم. ایلهام چند بار برای جراحی جاغش کوشش کرده است. او میگوید روزی افتیدن و معیوب کردن جاغش را در روسیه فراموش نخواهد کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. سالهای اخیر با دشوار شدن وضع مهاجران در روسیه هزارها زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در جستجوی زندگی بهتر به واسطه مکزیک راه امریکا را پیش گرفتند. نه راه پرمشقت و نه قانونهای نو و سختگیرانه آنها را از این سفر باز نمی‌دارد. برخی حتی با کودکان خود به سفری خطربار می‌برایند. در این راه آنها چه روزهای را پشت سر می‌کنند؟ خبرنگاران رادیوی آزادی در راه به امریکا چند نفری را همراهی و سرنوشت آنها را در یک فیلم تصویر کردند. مرز بین مکزیک و ایالات متحده آخرین مانعیت در راه افرادی که آرزوی زندگی در امریکا آنها را به اینجا آورده. سالهای اخیر تعدادی افزاینده آنها از آسیای مرکزی آمدند، از راههای پیچیده و خطرناک. اینجا که میرسند اکثریت خسته میشوند و ادامه راهشان دشوار است. Çiftli ahvallar yoldan biriyle. Yoldan biriyle tutmasın. İlk yarmaydım benim kıçadım. Oğuzum ben bollarımın gelecek için çıktım. Bollar sağlıkçı, otaları sağlıkçı. Денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают. اینجا همه گیر ماندند. هیچ کس روادیدی امریکا ندارد. اما همه یک هدف دارند. گذشتن از مرز و درخواست پناهندگی. مرز امریکا با مکزیک 3145 کیلومتر است و سیرادمترین مرزها در جهان محسوب می شود. سالانه بیش از 350 میلیون نفر از آن می گذرند. تخمین زده می شود که حدود نیم میلیون نفر از این مرز قاچاقی می گذرند. بر اساس آمار رسمی سال 2022 دست کم 853 نفر هنگام گذشتن از این مرز جان باختند. Incrementally, we have seen a bigger number of people from Central Asia. Obviously, after the Russia invasion to Ukraine, we saw a lot of people from the former Soviet republics also coming through this area because they now found this path. تحقیقی که بخش ازبکی رادیو آزادی انجام داد نشان می‌دهد که مردم آسیای مرکزی استفاده از راه طریق مکزیک را 5 سال پیش شروع کردند.
در اول تعداد مسافران کم بود اما به زودی افزایش یافت. اکنون ده‌ها کانال تلگرامی برای بررسی بهترین راه‌های سفر وجود دارد. افرادی هستند که در این کانال ها می نویسند از این طریق به امریکا سفر کردند و اکنون در آنجا درآمدی خوبی می گیرند. بسیاری از این مطالب را ظاهراً گروه های قاچاقچی می نویسند و مردم هم ظاهراً باور می کنند. بیننده عزیز، شکل مفصل این فیلم 22 دقیقه‌ای در سامانه آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله همین آزادی ویدیو پیشنهادی شما شده است. تماشا کنید و نظری خود را بنویسید. یک ساکن شهر خوجند که میگوید خانه‌اش را از دست داده است، حلنامه دادگاه را غیر قانونی می‌داند. وی از دادگاه دامنگیر است که با یاری شوهر سابقش منزلی ثبت شده به نام او را به همسر یک کارمند دادستانی داده است. شوهر سابق زن این دعوا را بی اساس می‌داند. فرزان محمدی درباره یکی از این جنجال‌ها گزارش تهیه کرده است. میسر طاهرova و 4 فرزندش چند ماه آخر حجت‌های خانه را بررسی می‌کنند که همکنون تقریبا از دست دادند. مادر خانواده بغیر از این خانه که حالا زندگی میکنند در گوشه دیگری شهر خوجند به نامش یک خانه دیگر دارد، اما حالا به آن در آمدن نمیتواند. یکم بار زنگ زد که من پروکورور رو من خیلی خانه خریدگی و من به خانه دکومنتش نامی زنم بگذارونده تایید گفته. بعد من گفتم که چه خانه گفتم نامتون به من گذارونده میتونم گفتم من به خانه هیچ جا نفروختیم. میسر طاهرova و شوهر سابقش ظاهر طاهرov میگویند آنها خانه بحثی را سال 2004 خریدند و در این باره سند دارند. 2 سال بعد به گفته ظاهر طاهرov به نیت فروختن خانه از عزیزمراد صبوری مبلغ گرفته است و به جای شرطنامه خرید و فروش وکالتنامه صاحبی خانه را داده است. 2016 من فروختم نمیدونم گنرالی دوینیز دادیم 3 سال به و آدم پروکورور نامش به خانه کده گفتنش دکار بود 3 سال به خانه نامش به کده نگفت. ولی میسر طاهرova میگوید او از یگان خرید و فروش آگاهی نداشت و هیچ گونه وکالتنامه را هم امضا نکرده است. در همین حال طبق سندها به گفته زن هنوز هم خانه رسما به نامش قید شده است. مراجعت کردم همه معلوماتنامه براده دادن یعنی که حالا خانه نام من به ایستاده است چه یگان خرید و فروش شدگیش نه. در همین حال ماه گذشته با دعوای عزیزمراد صبوری دادگاه شهر خوجند این بحث را به فایده خریدار یعنی صلح شایوه حل کرد. شایوه همسری عزیزمراد صبوری است. هنگام تهیه گزارش به خانه بحثی رفتیم ولی کسی به زنگ‌های ما پاسخ نداد. عزیزمراد صبوری هم نخواست که در این باره با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کند، اما گفت که حلنامه در دست دعواگر هست و به همه سوالها آنجا میتوانیم پاسخ گیریم. همکنون میسر طاهرova میخواهد از حلنامه دادگاه به زینه‌های بالایی شکایت برد و میگوید در مهاجرت کاری پایهایش بیمار شدند و به این خانه نیاز دارد. معلوم نیست که دعوای این زن تا کجا نتیجه میدهد و به حجت‌هایش تکیه میکند و امیدوار است دادگاه حلنامه را بیکار خواهد کرد. دعوا بر سر خانه در تاجیکستان زیاد است و یک بحث دیگر به آنها ضم شد. بیننده عزیز، با همین مطلب برنامه امروز اخبار آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را میتوانید در وبسایتمون azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و ادنکلاسنیکی در خدمت شماست. اگر خبر و یا عکس و نواری دارید که برای دیگران هم جالب خواهد بود، برای ما فرستید. تا ملاقات در برنامه های آینده، خدا نگهداری شما.